خدا وکیل 500,000 تومان پول چی؟ خیلی نامردیه. داستانو تعریف کن. یه بنده خدایی اومد پیش ما، برگشت گفتش که رفتم یه جایی 500 تومان دادم این فرمونو برای ما هواگیری کنه. حالا اومدم پیش شما دوباره هواگیری کنی. تو چی گفتی؟ منم گفتم هیچ دیگه، بیا خودم یاد بدم که خودت انجام بدی. اصلا احتیاج نیست که پول بدی. الان بهت میگم چطوری میتونی فرمون هواگیری کنی، خودت انجام بده. ببین کار پیشه رو دنبال کنی از خیلی چیزا مطلع میشی، پس حتما دنبال کن. در مخزن رو باز میکنی، ماشین رو روشن میکنی، فرمون رو تا آخر برمیگردونی، یک بار هم از اون سمت برمیگردونی تا آخر، این میشه هواگیری. فقط در مخزن یادت نره ببند. حالا هر کی دوست داره بدونه اصلا چه موقع باید هواگیری کنیم بنویسه هیدرولیک که بهش توضیح بدم.